درود بر بینندگان. تو درس قبل طرز قرار گرفتن فاعل و مفعول ها رو داشتیم و تو این درس قید ها رو داریم که قید ها دو دسته هستن، یکی قید های آزاد و دومی هم قید های گبوندن که این قید های گبوندن خودشون از دو دسته تشکیل شدن، اوبلیگاتوریش ها و فاکولتاتیو ها، که خب قبل بررسی اینا باید یه نگاه به انواع و اقسام قیدها بندازیم. در واقع خب مثلا قیدها میتونن زمان رو بیان کنن که تو این شرایط قید زمان میتونه انواع مختلفی داشته باشه، مثلا یه چیزهایی مثل گسترن و هویته که خب ما اگه بیایم اینجا ببینین مثلا گسترن یه چیزی که 100% قیده، یا هویته این هم 100% قید هستش، یا مثلا یه همچین چیزهایی رو داریم. و یا بعضی وقتا اسامی مثل آبند و تاگ میتونن اینها هم در نقش قید ظاهر بشن که خب اینجوری یا بیشتر به این شکلی که یا مثلا مثل آبند که با یه قید دیگه همراه شده اینجا یه گروه قیدی ساختن، یا مثلا تاگ اینجا به همراه حرف تعریف نامعین اومده، یا اینجا مثلا زون تاگ با یده اومده و صرف شده. بین اینجا شرایط گنتیو رو داریم، اینجا شرایط در واقع آکوزاتیو. اینا رو باید یاد بگیریم که با چه فعلی فرم در واقع قید زمان فرم گنتیو داره، با چه فعلی قید زمان نقش آکوزاتیو رو داره. و مثلا یه جای دیگه مثلا با حروف اضافه اومده که مثلا اینجا که میشه خوب شرایط داتیو رو دید. ببینین این به خاطر زایت هستش که شرایط داتیو رو اینجا داریم. و یا هم مثلا میبینیم با عدد ساعت شتونده با عدد میتونه همراه بشه و در واقع اسم با عدد اومده و به هر حال زمان رو ساخته. خب مورد بعدی هم قیدهایی هستن که مکان رو نشون میدن که اینجا هم شرایط دقیقا مثل بالاست و فرمای مختلفی میتونیم داشته باشیم. مثلا اینجا اسم به همراه حرف اضافه شرایط داتیو رو داریم. اینجا دورتین یه 100% قید هستش، اینجا هم میبینید این 100% قید هستش. و یا مثلا اینجا بالاست شرایط ساکن رو داشتیم، اینجا شرایط حرکتی، این اینه داتیو کننده بود، اینجا آکوزاتیو کننده است. و یا مثلا اینجا وقتی میخوایم بگیم یه مسیری رو رفتن، این مسیر رو برها باید یاد بگیریم که باید به شکل آکوزاتیو آورده بشه. و در کل قیدهایی که فرم آکوزاتیو یا داتیو دارن در واقع اینها مفعول نیستن و در کل مثلا ببینیم مثل اینجا که گفته میشه زیزین دنگانسن وگ تو فوسکی گانگن، اونا تمام مسیر رو پیاده رفتن. همونطور که تو فارسی هم گفته میشه تمام مسیر را، ولی این مفعول بیواسطه نیست. و مورد بعدی هم قیدهایی هستن که چگونگی رو نشون میدن و اینجا هم انواع مختلفی رو داریم، مثلا مثل این گروه که از 2 صفت و یه دونه قید تشکیل شدن که خب این تو نقش مختلفی رو میتونه داشته باشه. مثلا کاربرد خیلی مهمش اینه که حرف اضافه هستش، یا مثلا اینجا که به خاطر حرف اضافه شرایط داتیو رو داریم، یا اینجا که به خاطر حرف اضافه شرایط آکوزاتیو رو داریم. خب مورد بعدی هم در واقع قیدهایی هستن که دلیل، شرط، نتیجه و هدف و از این قبیل چیزها رو بیان میکنن که اینجا هم اکثرا اسامی رو با حروف اضافه‌ای داریم که این حروف اضافه یا مثل فور هستن که داتیو کننده هست، یا وگن که گنتیو کننده هست، و یا فویا که آکوزاتیو کننده هست. و خب این از اینو گروه بعدی هم در واقع قیدهایی هستن که یه جور ارزیابی و سنجش رو نشون میدن که تو این گروه هم یا میتونیم یه قیدهایی مثل میتونیم یه مواردی مثل لایدا و وارشاینلیش رو داشته باشیم که به تنهایی میان و سنجش و ارزیابی رو نشون میدن که خب لایدا در واقع 100% قید هستش ولی وارشاینلیش صفت هستش، ولی چون تنها اومده در واقع نقش قید رو بازی میکنه. و یا همین که ترکیبی از اسم بر با حرف اضافه رو داریم که اینجا مثلا تو اسم بعد از خودش رو داتیو کرده، اینجا خب ناخ بعد اومده ولی ناخ عاملی بوده که این داتیو باشه. یا اینجا هم
باید یاد بگیرین که اینجا عبارت قیدی باید به صورت گنتیو توی همچین جمله بیاد و یا هم اینجا اونه باعث آکوزاتیو شدن این عبارت بعد از خودش شده. و اینجا هم فیسبوک و یوتیوب رو داریم که اگه تو قسمت های جستجو گرامر آلمانی یا آموزش آلمانی رو بنویسیم میتونین کانال من و درسام رو توشون پیدا کنین. و پس انواع قیدها رو دیدین و حالا فرق بین قیدهای فرای و گبوندن رو یاد میگیرین که این بستگی به فعل و ساختار جمله داره. مثلا تو این جمله اینجا که فعل جمله آن کومن هستش، قید جمله این قید جمله هویت مورگن آزاده، چون این قید فقط اطلاعات بیشتری رو داده و اگه هم نیاریمش مثل این پایین که این قید حذف شده مشکلی در فهم جمله پیش نمیاد. خب این جمله بالایی هستش که او امروز صبح رسید یا وارد شد و این پایینی هم اریس آنگکومن او رسید یا وارد شد. خب گبوندن ها هم دو دسته هستن. در مورد اوبلیگاتورها شرایط اینطوریه که فعل و ساختار جمله وابسته به قیدن و نمیتونیم قید رو حذفش کنیم. مثلا اینجا داریم خب تو این مثال اولی die Sitzung dauerte 2 Stunden، جلسه 2 ساعت طول کشید و بدون قید هم میشه این رو داریم die Sitzung dauerte جلسه طول کشید. خب همونطور که میشه دید اینجا به یه قید زمان نیازه که زمان طول کشیدن جلسه رو بیان کنه. پس به این قید زمان اوبلیگاتوریش میگن، یعنی یه قیدی که جمله به وجودش نیاز داره و بدونش بی‌معنی میشه. در مورد قیدهای فاکولتاتیو هم فعل جمله باید یه فعل‌های مثل اشتهن، لیگن، زیتسن و در کل فعل‌هایی باشه که جهت و حرکتی رو به طرف قید نشون میدن و قید این جمله ها رو میشه حذف کرد، ولی خب جمله به وجودشون خیلی نیازمنده. خب مثلا اینجا داریم که گلدون رو میز قرار داره، او به درزن رفت، او توپ رو تو دروازه شوت میکنه. خب اینجا هم باز دو تا مثال برای حالت فرای و اوبلیگاتوریش داریم. مثلا یه فعلی مثل کار کردن آربایتن رو میتونیم بدون قید و فقط با فاعل بیاریم، اونها کار میکنن یا شما کار میکنید. و خب میتونیم هم با قید بیاریمش، مثلا با قید مکان، اونها در مونیخ زندگی میکنن یا شما در مونیخ زندگی میکنید. یا هم مثلا اینجا تو این مثال صفتی رو داریم که به تنهایی اومده و نقش قید رو داره، اونها خیلی کار میکنند یا شما خیلی کار میکنید. ولی در مورد یه فعلی مثل وونن زندگی کردن، ببین این فعل وونن با لبن فرق میکنه. لبن یعنی زنده بودن، ولی خب این تو فرهنگ آلمانی اینو نمیشه تنها و نمیشه گفت زیوونن، حتما باید یه قیدی با یه قید بیاد. یعنی اونها مثلا حالا اینجا قید مکان رو داریم، در مونیخ زندگی میکنند یا شما در مونیخ زندگی میکنید، یا اینجا که صفت تنها در نقش قید رو داریم زیوونن شون، اونها زیبا زندگی میکنن یا شما زیبا زندگی میکنید. خب حالا مورد بعدی هم این که یه عبارت تعیین کردن، این که آیا یه عبارت مفعول یا قیده. ببین اینجا مفعول ها رو داریم، اینجا قید ها رو داریم. مثلا وقتی که یه فعلی مثل لزن رو خوندن رو داریم، خب سوال میکنیم او چه چیزی رو میخونه، مثلا یک کتاب رو. پس این آین بوخ اینجا مفعول بیواسطه است، یه مفعول هستش. ولی مثلا اینجا وقتی که سوال بکنیم او چه چیزی رو میخونه، خب تمام روز رو این معنی نمیده. پس این قید هستش، با اینکه به صورت در واقع به صورت آکوزاتیو اومده،
یا مثلا اینجا که فعل ارینر رو داریم، این یعنی به یاد آوردن یه فعلیه که به مفعول گنتیو نیاز داره. ما چه چیزی رو به یاد میاریم؟ اون روز رو. میبینید اینجا هم فرم گنتیو داره، پس این مفعوله. ولی اینجا که اومدن رو داریم، ببینید اینجا هم باید یاد بگیریم که وقتی که فعل اومدن رو داریم بخوایم حالا زمان رو بیاریم، باید به هر حال به شکل گنتیو بیاریم. اینجور اصطلاحات رو باید یاد بگیریم که خب او یه روزی اینجا میاد، اومد ارکام، یه روز اومد اینجا. خب اینجا سوال میشه چه چیزی رو اومد، به چه چیزی رو اصلا معنی نمیده یه روز رو. پس این در واقع نقش قید رو داره، با اینکه هر دوتاشون گنتیو هستن. خب اینجا هم در واقع مواردی رو داریم که حرف اضافه داریم. ببینید اینجا حروف اضافه رو داریم همینطور این طرف، و میخوایم ببینیم چه موقع عبارت بعد از حرف اضافه مفعوله و چه موقع قید هستش. خب که این رو به کمک فعل میشه تشخیص داد. مثلا وقتی که فعل انتظار کشیدن وارتن رو داریم، در واقع که این فعل خب زمانی که با آوف میاد، ببینید هم این طرف با آوف اومده هم این طرف، خب منتظر کسی یا چیزی بودن که فرم آکوزاتیو داره، در واقع این فرم مفعولی هستش و در واقع و محل انتظار که فرم داتیو داره این قید هستش. خب اینجا مثلا تو فارسی هم میتونیم اینجا این قسمت سوال کنیم که او برای چی انتظار میکشه، آفتنبوس برای اتوبوس یا برای دوستش، که خب مثلا منتظر دوستشه یا منتظر اتوبوسه، که خب این تو فارسی اینجا فرم مفعول با واسطه رو داریم. ولی این طرف اینجا داریم که او کجا انتظار میکشه، تو ایستگاه راه آهن. خب یه سوالایی مثل چه چیزی رو، چه کسی رو، به چه چیز، برای چی و از این قبیل سوالا، اینا اینجور سوالای مفعولی هن. ولی اینجا که داریم کجا انتظار میکشه یه سوال مکانی داریم، پس این آفتن بانهوف این مفعول نیست. و یا مثلا اینجا که فعل وارنن هشدار دادن رو داریم، خب اینجا سوال میشه پلیس راجع به چی هشدار میده؟ راجع به کیف دزدا، پس این مفعوله. ولی مثلا این طرف که فعل اشتلن قرار دادن رو داریم، سوال میشه او چه چیزی رو قرار میده؟ ماشین رو، پس این ماشین رو، این ماشین مفعول هستش. و حالا کجا قرار میده؟ جلوی خونه، پس این قید هستش. خب اینجا هم دو تا فعل داریم، یکی فرگلایشن مقایسه کردن، یکی تعمیر کردن، که خب اینجا چه چیزی رو مقایسه کردن؟ نتیجه ها رو، پس این مفعول بی واسطه آکوزاتیو. چه چیزی رو تعمیر کردن؟ اون رو، این هم مفعول بی واسطه آکوزاتیو هستش. ولی خب تا اینجا مشکلی وجود نداره. مشکل اینجاست که به کمک چی مقایسه کردن یا با چی مقایسه کردن این نتیجه ها، که اینجا این فرم مفعولی داره، یعنی به عنوان مفعوله. و اینجا که تعمیر کردن، اون رو با چی تعمیر کردن یا به کمک چی؟ به کمک اینجا پیچ‌کوشی، اینجا به کمک اعداد جدید. خب ولی اینجا میبینیم که این قید هستش. یه همچین چیزهایی رو هم دیگه باید یاد گرفت که خب آلمانی ها هم یه همچین فرم در واقع تشخیصی رو دارن، ولی خب توضیحش برای غیر آلمانی زبون ها فایده نداره. خب اینجا هم جایگاه قیدات در جمله رو داریم که قیدای فرای باید همیشه اول بیان و بعد قید گبوندن، که خب معمولا جمله ها فقط یه قید گبوندن میتونن داشته باشن، ولی بیش از یه قید فرای میتونن داشته باشن. اریسکسن میزاینا موتا این دی آلپن گفارن، او دیروز با مادرش به آلپ رفت. خب فعل جمله فارن هستش و قید گبوندن هم فاکولتاتیو. یا مثلا اینجا
داریم که اونا از سالا پیش تو فرانکفورت زندگی میکنن. این پایین هم یه نبنزاتس داریم چون جلسه فردا احتمالاً 2 ساعت طول میکشه. خب حالا چون ما در یه جمله بیش از یک قید فرای میتونیم داشته باشیم، طرز قرار گرفتن قیدهای فرای به این شکله، یعنی اول زمان میاد، بعد علت میاد و بعد مکان میاد و بعد هم آرتون وایزه، یعنی طرز و طریق و حالت و شیوه و نحوه که خب اغلب جای زمان و علت هم با هم عوض میشه، یعنی اول علت میاد و بعد زمان، ولی خب فرم صحیحش اینطوریه که اول زمان و بعد علت بیاد. و اینجا هم خب یه مثال داریم که بزرگترینش تو این گروه مثال ها این آخریه که خب Sie hat den ganzen Tag wegen eines Auftrags zu Hause hart gearbeitet. او تمام روز به خاطر یه سفارش یا مأموریت تو خونه سخت کار کرد. در مورد قیدهای زمان هم اینطوریه که اگه 2 یا چند قید زمان داشته باشیم همیشه اول نامعین میاد و بعد معین میاد، یا توضیح بهتر اینه که همیشه اول کل مجموعه میاد و بعد اجزای مجموعه. مثلا تو این مثال اول ما یه سال داریم و بعد ماه که خب سال یه مجموعه هستش که از ماه ها تشکیل شده، پس اول کل مجموعه یعنی سال میاد و بعد ماه آورده میشه. یا مثلا اینجا که بعد از ظهر و ساعت رو داریم، خب بعد از ظهر یه مجموعه هستش که از ساعت مختلفی تشکیل شده، پس اول بعد از ظهر که کل مجموعه هست میاد و بعد ساعت میاد. مثلا اینجا ایره تختا ist letztes Jahr im September geboren. دختر او سال گذشته در سپتامبر متولد شد. دی ترفن فیندن am Nachmittag um 5 Uhr statt. جلسات بعد از ظهر ساعت 5 برگزار میشن. خب مورد بعدی هم قدیم قبل از جدیده. اینجا از یکی مثلا سوال شده که او چه مدت او جلوی رستوران انتظار کشید. خب اینجا هم جواب داده شده که او اونجا نیم ساعت تمام انتظار کشید. خب تو جمله اول ما رستوران رو داریم، پس تو جمله دوم که دورت یعنی اونجا رو به جای رستوران داریم، باید دورت اول بیاد. این از این. و نکته دیگه هم اینه که کنونسیون های قیدی مثل دسالب، زونست، نخ اینا همیشه باید قبل از همه قیدهای دیگه قرار بگیرن. خب مثلا اینجا Sie hat den noch den ganzen Tag wegen eines Auftrags zu Hause gearbeitet. او با این وجود تمام روز به خاطر یه سفارش تو خونه کار کرد. اینجا هم جدول فاعل، مفعول و قید رو داریم برای زمانی که همه موارد اسم هستن، که خب این جدول برای زمانیه که مثلا نبنزاتس داریم که خب این کلمه سازنده نبنزاتس باعث میشه همه اجزا بعدش بیان و خب در آخر هم فعل میاد. و یا هم اینکه تو شرایط نرمال زمانی که در واقع اجزا بعد از فعل آورده میشن، حالا خب اینجا فاعل اول اومده ولی خب اگه یکی دیگه از اجزا هم اول میاد، به هر حال هر کدوم که بعد از فعل بیاد شرط قرار گرفتن به این شکل، یعنی فاعل، مفعول با واسطه، بی واسطه و بعد هم قیدهای آزاد و بعد اینجا قیدهای در واقع متصل و مفعول گنتیو و مفعول حرف اضافه دار، این که همشون با همه، یعنی این که مهم نیست که کدومشون تو این قسمت اول بیاد و کدومشون بعد، به هر حال. و بعد هم پریدیکاتیو که خب پایین تر میگم این پریدیکاتیو چیه و فرم صحیح جمله سازی به هر حال اینطوریه. ولی خب ما میتونیم قید آزاد رو زمانی که مفعول بی واسطه، با واسطه و یا فاعل اسم هستن قبل از اونها هم بیاریم، که خب البته زمانی که فاعل و مفعولامون ضمیر هستن دیگه اشتباه میشه اگه این کار رو بکنیم.
و چیز دیگه هم که هست اینجا دیونگ هات seine Schwester das Bonbon freiwillig gegeben، پسر بچه به خواهرش آب نبات رو به دل خواه داد. و اینجا هم قدیم قبل از جدیده که خب چون اینجا تو جمله سوالی یه بار این ناخمیتاگ اومده، اینجا تو جواب اول ناخمیتاگ اومده و بعد مایک. که چیز دیگه هم که باید اینجا یاد بگیرین اینه که خب آلمانی ها تو زبان آلمانی برعکس فارسی ناخمیتاگ رو نمیشه تنها آورد، حتما باید مثلا با یه عام آورده که این در مورد اوقات بقیه اوقات روز هم یه همچین قانونی هست. و warum geht ihr nicht am Nachmittag in die Stadt، چرا توها بعد از ظهر به شهر نمیرید؟ weil am Nachmittag die Banken geschlossen sind، چون بعد از ظهر بانک ها بستن. خب اگر هم که مفعول بی واسطه آکوزاتیو یا مفعول با واسطه داتیو یا جفتشون نامعین باشن باید قید فرای آزاد قبل از اونا بیا. مثلا ببینید اینجا مفعول های بی واسطه ما نامعینن با آین اومدن پس قید فرای قبلشون اومده، یا مثلا اینجا که مفعول با واسطه نامعینه با آین اومده قید فرای قبلش اومده. خب مورد بعدی هم اینه که وقتی هم که فاعل و یا فاعل به هر حال فاعل یا مفعول ها ضمیر باشن دیگه قید آزاد همونطور که بالا هم گفتم نمیتونه قبلشون آورده بشه. خب بالا داشتیم که اگه نخواهیم 100% گراماتیک بنویسیم میتونیم هم قیدهای آزاد رو قبل از اون هم در شرایطی که فاعل یا مفعول ها اسم باشن میتونیم قید آزاد رو قبلشون بیاریم، ولی خب زمانی که اینجا قید گبوندن متصل داریم دیگه همچین کاری رو نمیتونیم، اجازه نداریم بکنیم. خب مورد بعدی هم پریدیکاتیو که پریدیکاتیو ها مثلا میتونن اسم یا صفت باشن و جزوی از فعلن. مثلا خب تو زبان آلمانی شنا کردن مثلا میشه شویمن، یا خوندن میشه لیزن، یا کار کردن میشه آربایتن. ولی برای مریض شدن خب این هم تا حدودی مثل فارسی، چون تو فارسی اکثر فعل ها با فعل کمکی ساخته میشن، مثلا کار کردن با فعل کمکی کردن باید بیا، ولی خب تو آلمانی مثلا آربایتن دیگه با فعل کمکی نمیاد، ولی اکثر فعل ها تو فارسی با فعل کمکی ساخته میشن. ولی خب اینجا تو آلمانی برای اون زمان هایی که فعل شدن و بودن رو داریم در اون صورت این شدن و بودن خودشون میتونن در خیلی از موارد به شکل فعل کمکی ظاهر بشن، مثلا مریض شدن یا مریض بودن. به هر حال اینجا چون ما براش فعل مجزا مثل شنا کردن، شویمه و خوندن و لزن و از اینجور چیزا نداریم، به هر حال اینو باید با فعل کمکی زاین بیاریم که حالا مثلا در شرایط که مریض بودن که فعل کمکی زاین صرف میشه و بعد این پریدیکاتیو در واقع باید به آخر جمله بره که خب اینجا میتونیم ببینیم ich bin schon seit einer Woche krank، من از یه هفته پیش مریضم. خب یا هم این که مثلا خلبان شدن ببینین اینجا هم براش فعل مجزا نداریم، پس بنابراین باید با وردن به عنوان فعل کمکی بیاد. و اینجا خب میبینیم که جمله سوالی با فعل مدال داریم، این فعل مدال هستش، پس وردن به آخر جمله، چون تقدم همیشه با فعل اصلی که به شکل مثلا در آخر جمله بیاد و خب قبلش هم خلبان اومده. یا مثلا اینجا که فعل به هر حال جالب پیدا کردن، یه چیزی رو اینترسانت فیندن، جالب پیدا کردن رو داشته باشیم. خب به هر حال این جمله اینجا همونطور که میبینین یه جمله پرفکت هستش و فعل در واقع فعل کمکی هابن
اینجا صرف شده و فعل اصلی که فیندن هست به شکل پارتیسیپ در آخر اومد، چون همیشه تقدم با فعل اصلی که تو این شرایط هم به شکل پارتیسیپ در آخر بیا و قبلش هم خب حالا این اینترسان که صفت هستش و در واقع پردیکاتیو محسوب میشه و حالا اینجا با زر که به هر حال بیشتر رو خیلی رو نشون میده اومده. زر اینترسان gefunden، یعنی خب wir haben das Spiel sehr interessant gefunden، ما بازی رو خیلی جالب یافتیم. در کل با فعل زاین و ولدن میتونیم به اسامی و صفات زیادی رو همراه کنیم و فعل پردیکاتیوی زیادی رو بسازیم، مثلا خسته بودن، خسته شدن، گرسنه بودن، گرسنه شدن، شاد بودن، شاد شدن و غیره. مورد بعدی هم آپتونونس پارتیکل ها هستن که نسبت به بقیه اجزای جمله میتونن در جای مختلفی قرار بگیرن، ولی خب بهترینه که اینها رو قبل از قیدهای آزاد بیاریم. مثلا اینجا با ابن، بین ابن یا هالتشون، به هر حال ابن اینجا معنی اینو تاکید شد که بانک‌ها بعد از ظهر تعطیلن و اگه یه معنی دقیقاً رو میده و اگه تو یه جمله 2 یا 3 یا چند تاشون پشت سر هم با هم بیان، در اون صورت ترتیب همشون اولا که با هم بیان پشت سر هم قرار بگیرن و ترتیب قرار گرفتنشون هم به این شکله و اینها در واقع یه جور قید هستن که خب تو فارسی ما همچین فرهنگ جمله سازی رو نداریم، مثلا هالت ابن آینفاخ یا مثلا دن دخول، همچین چیزایی رو نداریم، ولی خب تو آلمانی گوینده میتونه با این پارتیکل ها سیگنال های مختلفی رو به شنونده حالی کنه و خلاصه تو دودن و گوگل هم میتونین خودتون نگاه کنین ببینید هر کدوم از اینا چه معنی رو میده و اینا و طرز قرار گرفتنشون تو جمله های سوالی به این شکل هستش و خب تو جمله های سوالی کمتر از جمله های در واقع نرمال اینها رو داریم و تو جمله های آرزویی و درخواستی هم در واقع طرز قرار گرفتنشون به این شکله که خب تو کنیوکتیو تو درس مبحث کنیوکتیو 2 هم داشتیم که کدوم یک از اینها در واقع استفاده میشه که ادب و تربیت بیشتر رو نشون بده و اینجا هم مبحث تموم میشه و خداحافظ.